این اصلا همونو پر میکرد اومده اون چیخ میگم با به من نخور. با تفنگ میزدی تو دهنش. خوش میزدم. ست نشده به خودت زارت. نه من با این پشه بودم. علی don't distract. واسا. ولی فکر علی که ملق میزنه. فکر کنم آفرین. مال سبزایی ذره گرش. حالا یه اتفاقاتی هم افتاد. حالا شیرینی قضیه است دیگه. این دعوای خانوادگی شیرینی‌های اون نمک زندگیه. یه حالا انشالله از این به بعد دیگه بازی‌های هیجانی‌تر و قشنگتر و یکم بچه‌ها با انرژی بیشتر پیش می‌ریم انشالله. ما هم آینده نگر هستیم. شما بله. اینا هم من میدونم هم شما. از گذشته درس گرفتیم. دژاوو شدم این صحنه رو یه جا دیده بودم. نمی سورپرایزه اینجوری نمیگیم به این راحتی. برای چی علی جون آوانس دادی؟ 2 تا آوانس دادی. جذاب شه. یکیش حداقل می‌بردین حالا. فردا میخواین آوانس بدین یعنی؟ جذابیتش میافتاد. سرگروه راست. عشقش به کامبکشه. عشقش به کامبکشه.